میخوام چند تا تکنیک بهت بدم که دیگه افکار منفی نداشته باشی و بتونی یه مدیتیشن درست و اصولی انجام بدی تا نتیجه های درخشانش رو توی 3 ماه ببینی. باورت میشه هر چیزی که میخوای توی 3 ماه اتفاق بیفته برات. الان من ندا هستم و خیلی خوش اومدین به یوتیوب چنل من. همین اول ویدیو ازتون میخوام که اگر این ویدیو رو دوست داشتین، بعد اینکه دوست داشتین برای من نظرتون رو بنویسین، سوالی داشتین این پایین برای من بنویسین، بهتون جواب میدم. و کانال من رو برای دوستاتون و فامیلاتون یا هر کسی که میشناسین که بهش احتیاج داره حتما برای اون فرد معرفی کنین، چون هر چقدر که بازدید ویدیوی ما بیشتر بشه، همونقدر انرژی من برای ساخت ویدیوهای جدید و آموزش‌های جدید بیشتره. در مورد این صحبت کنم که اگر افکار منفی داری اصلا نگران نباش، چون همه ما آدما افکار منفی و ذهن ما سعی میکنه کارایی رو انجام بده که فقط بقا داشته باشه. ببین، هر کسی نمیتونه 5 صبح 6 صبح بیدار بشه و اونو انجام بده. به خاطر اینکه 5 صبح بیدار شدن دقیقا جایی که شیرینه، باید بیدار بشی، خیلی سخته و باید چیزایی که مغزت بهت میگه رو انجام ندی. مثلا اون موقع مغزت بهت میگه بخواب، خیلی داره خوابت میاد، بعداً بیدار میشی، فردا بیدار میشی، پس فردا بیدار میشی. ولی 99% آدما این کارو میکنن، چیزی که مغزشون داره بهشون هشدار میده رو انجام میدن. ولی تو وقتی موفق میشی که چیزایی که مغزت بهت میگه رو انجام ندی و با شهودت بری. شهود یعنی چی؟ شهود یعنی یه صدای درون، صدایی که از قلبت میاد جدا از احساسه، بهش میگن شهود. وقتی که مدیتیشن زیادی انجام میدی، صدای شهودت رو میتونی به واضح بشنوی. پر از امیده، پر از واقعیته و هر اتفاقی که بهت میگه رو دقیقا همون اتفاق میفته. دیدی مثلا یه سری موقع ها یک سری چیزها میخوای، مثلا یه چیزی هوس کردی که امروز پرتقال هوس کردم، بعد میبینی پدرت برات پرتقال آورده با اینکه نمیدونسته که تو هوس کرده بود. بسی اوقات هر خواسته که میخوایم سریع اتفاق میفته. این به خاطر اینه که یعنی خودمونم میدونیم که اون داره اتفاق میفته و میگی که همون لحظه خب میدونم که یه نفر بر من پرتقال میاره. یه چیزی از درون بهت میگه که نگران نباش، برات اتفاق میفته. اون صدای شهودته، صدای واقعیت زندگی، واقعیتی که ذهنت میخواد خرابش کنه و جاهایی که خودتو باور داری و ذهن منطقیت میاد میگه که نه اینطور نیست، چجوری آخه بشه، چجوری و چطوریشو بذار کنار. این جهان خداست، خدا مانده این جهانه، یعنی این جهان برای خداست. پس با چجوریش کاری نداشته باش. خدا بهت یه قانون داده، اون قانون رو انجام بدی، اصلا برات خیلی سریع اتفاق میفته. مثل قانون جاذبه زمین که مثلا ببین من این مسازم و میفته. چرا؟ چون زمین جاذبه داره، این معلق اینجا نمیمونه، هر کاری کنی هم نمیمونه. چرا؟ چون قانون اینه. و تو اگر میخوای کاری رو انجام بدی یا به خواسته ای برسی، اون هم قانون داره و قانونش رو اگر اجرا کنی امکان نداره که اتفاق نیفته. مثل این که این کلیپس رو میندازی و این اتفاق میفته، جذب میشه، جاذبه داره. این یا قانونه و قانون هر چیزی برای خودش قانون خاص خودش رو داره. مدیتیشن، رسیدن به خواسته هات، وارد رابطه خوب شدن، همه چیز یه قانون تخصصی خودشو داره. وقتی که فرمول قانونش رو بدونی دیگه برات خیلی آسونه رسیدنش. و من میخوام در مورد تجربیات خودم که توی این حوزه بودم و برای من اتفاق افتاده، خودم تجربه کردم، بیام باهاتون صحبت کنم که توی ویدیوهای قبلی هم در موردش گفت. اگر که ویدیوهای قبلی من رو دیدین
گفته بودم که صبح و شبا بهترین تایم برای مدیتیشن و پاکسازیه و بهترین تایم برای نوشتن خواسته هاتونه که چجوری بنویسین. توی ویدیوهای قبلی براتون گفتم، اگر ندیدین حتما برین ویدیوهایی که توی یوتیوب گذاشتم رو از اول ببینین، چون هر ویدیویی که دارم براتون میذارم مبنا بر اینه که پله پله داریم میریم به جلو هر ویدیویی که براتون میذارم. پس حتما برین از اول ویدیوها رو ببین. خودم تجربهش رو داشتم، خودم توی این مسیر بودم، خودم نتیجه رو دیدم. یعنی دیدم که دارم بهتون میگم و این چنل برای من یه چنلیه که واقعا از ته دل اومدم براتون باز کنم. خب بگذاریم، نمیخوام زیاد طولانیش کنم. اول از همه خودتو اصلا سرزنش نکن. ما انسانیم و ذهن ما گاهی کاری میکنه که خودمون رو سرزنش کنیم یا مثلا خیلی جاها توی مسیر اشتباهی باشیم. فقط کافیه که کنترل رو یاد بگیری، اینکه چجوری کنترلش کنی، اینکه چی کار کنی که دیگه خیلی کمتر بتونی به چیزای منفی فکر کنی. اولین کاری که میتونی انجام بدی اینه که وقتی مدیتیشن میکنی صدای درونت که شهودته اونو به راحتی میتونی بشنوی. وقتی که به مسیر شهودت وارد شدی و میبینی که شهودت داره واقعیت رو بهت میگه و وقتی انجامش میدی نتیجه رو میبینی، متوجه میشی که جهان بر مبنای قوانینه و وقتی که میبینی همه چیز داره برات چیدمان میشه، درست میشه و این رو ادامه میدی و توی مسیر قرار میگیری. پس اولین چیزی که باید انجام بدی اینه که مدیتیشن رو شروع کن. از 2 دقیقه 3 دقیقه شروع کن هفته اول. کاری که باید انجام بدی این چشاتو ببند، دستتو به این شکل بذار و روی زانوهات بذار، چشاتو ببند و فقط به تنفست فکر کن. فقط به تنفست فکر کن. تنفسی که وارد بدنت میشه. ما چاکرا داریم و وقتی نفس میکشی حس کن این تنفس تا پایین میاد و وقتی نفست رو میگیری فکر کن انرژی های مثبت وارد بدنت شده. من اونا رو به شکل مثبت، یه انرژی های نورمانندی میبینم که مثبته. تصور میکنم، چشامو میبندم. بیا با هم امتحانش کنیم. چشاتو ببند. دیدین؟ خیلی آسونه. نفس میکشی، حبس میکنی اون پایین و انرژی های منفی رو میاری بیرون از بدنت. و وقتی که این کار رو انجام دادی ممکنه که ذهنت بعد یه چند دقیقه‌ای یا ثانیه‌ای بره به یه فکر چیزی مثل یه خاطره‌ای، یه فکر منفی، فکر مثبت، هر جا ممکنه بره. اشکال نداره، طبیعیه. نگران نباش، خودتو سرزنش نکن. برگرد. همین که برگردی دوباره به تنفست فکر کنی، این یعنی تو برنده شدی. یعنی چی؟ یعنی طبیعیه که ذهنت بره جاهای دیگه وقتی که در سکوت نشستی، چشاتو بستی و داری نفس میکشی و داری مدیتیشن میکنی. این به نظر من یه مدیتیشنه که با تنفس و خیلی میتونه کمک کنه. پس اینو برای هفته اول میخوام انجام بدی. اگر دفتر خودکار نداری همین الان دفتر خودکارتو بیار بنویس، چون قرار مطالب خیلی بهتری در مورد مدیتیشن بهتون بگم که میخوان از صفر شروع کنن. پس هفته اول ازت میخوام 1 دقیقه یا 2 دقیقه برای این تکنیک وقت بذاری که به این شکل نفس بکشی و فقط به تنفس خودت فکر کنی. هفته دوم بنویس توی دفترت هفته دوم قراره چی کار کنی. 2 الی 3 دقیقه رو بیارش توی 5 دقیقه و ازت میخوام چند دقیقه اول، 1 دقیقه 2 دقیقه اول به تنفست فکر کنی و بعد دیگه تنفس رو رها کنی، به بدنت فکر کنی، به قلبت مثلا فکر کنی که قلبت چجوری داره میزنه. بعد بری به تموم اعضای بدنت، اینکه معدت، دستت، پاهات، چشات، لبات، درون بدنت بهش فکر کنی، احساسش کنی.
اگر فکرت رفت جای دیگه به ضربان قلبت فکر کن. اگر فکرت جای دیگه رفت دوباره برگرد، دوباره به تنفست فکر کن. همین که هر بار وقتی فکرت میره جاهای دیگه ازش برمیگردی، این یعنی برنده‌ای. بگم و خیلیا چه این راه مدیتیشن رو رها میکنن اینه که خیلی عجولن. تو نباید عجول باشی، باید آروم باشی و صبر داشته باشی. من خیلی وقتا اوایل که مدیتیشن رو شروع کرده بودم تا نیم ساعت هم شده بود که من وارد مدیتیشن توی یه فضای آروم بودم و تا 15 دقیقه الی نیم ساعت توی اون آرامش درونی نمیتونستم برم. و بعد که 1-2 هفته گذشته بود، بعد 1-2 هفته جواب گرفتم و دیدم توی تصوراتم، توی ذهنم، روحم انگار خارج شد و به جاهای دیگه رفت، انگاری به چیزی که نسبت به گذشته زخمی، نسبت به چیزهایی که توی گذشته تجربه کرده بودم رفته بود. یا مثلا یه سری نشونه ها بهم داده بود که باید من یه سری جاها تراماهای خودم رو اصلاح میکردم. برای هر کسی ممکنه اون تصویری که میبینه متفاوت باشه، چیزی برات اتفاق بیفته. فقط برای آروم شدن ذهنت، تنفست این کار رو انجام بده. بعد یه مدت که گذشت، 1 ماه که گذشت، متوجه میشی که یواش یواش خیلی ذهنت آروم شده، به چیزای منفی فکر نمی کنی و جدا از همه اینا دیگه شهود همون صدای درونت رو میتونی بشنوی. تصاویر جدیدی رو توی مدیتیشن میبینی که این یعنی روح برتر تو، روح درون تو داره بهت نشون میده تا مسیری رو بری. مثلا من یه چیزی از گذشتم دیده بودم و حس کرده بودم که قلب من خیلی درد میکنه و اونجا متوجه شدم که من توی گذشته یه چیزی رو گذروندم که اون موقع حس قوی بودن گرفته بودم، ولی الان که مدیتیشن کردم متوجه این شدم که من باید برگردم اون زخمایی که بهم اتفاق افتاده رو باز کنم و اونو درمان کنم، آدما رو ببخشم. اونجاست که متوجه شدم یه زخمی در درون من، قلب من، ناخودآگاه من، ذهن ناخودآگاه من وجود داشته. وقتی که اونو درمان کنی همراه با مدیتیشن، اتفاقات جدید و شگفت انگیزی توی زندگیت میفته. هر سالی در مورد مدیتیشن و تایم های دیگه ادامه این مدیتیشن داشتین، میتونین برای من کامنت کنین و بیشتر توضیح بدم و یا توی کامنت ها بهتون جواب بدم. اگر این ویدیو رو دوست داشتین خوشحال میشم ویدیو من رو لایک کنین، سابسکرایب کنین و برای دوستاتون بفرستین.